کمیته ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روز 9 اپریل سال 2023 جسدهای دو مرد سالخورده را که یکی 68 سال و دومی 80 سال داشتند از دریای قرطاق و کانال کلان ایسار بیرون کشیدند. قبلا در شبکه‌های اجتماعی اعلان جستجوی ساکن 68 ساله جماعت قرطاق واقع در کنار شهر ترسونزاده نشر شده بود. گفته میشد که این مرد سالخورده صبح 25 مارس سال 2023 تخمینا ساعت‌های 7 سحر یک سر چارواش را برای چراندن به کوه برده است. چاروا الکی ساعت 9 خودش به خانه برگشته است ولی موی سفید بیدار شده است. کمیته ولایت‌های فوق‌العاده گفت جستجوی شخص غیب زده از جانب شعبه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در شهر ترسونزاده با جلب ساکنان محلی طول این روزها به نتیجه ادامه داشت. روز 9 اپریل جسد او را از دریای قرطاق پیدا کردند و به پیوندانش سپردند. سبب مرگ او معلوم نیست، اما به احتمال زیاد رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری هنگام چارواچرانی است. بنا به خبر دیگر کمیته ولایت‌های فوق‌العاده شب 9 اپریل در حدود شهر دوشنبه جسد باز یک مرد سالخورده را پیدا کردند. شب 9 اپریل سال 2023 ساعت 21:08 به قسم نوبتداری کمیته زنگ زده خبر دادند که در درون کانال کلان ایسار در حدود ناحیه سینای پایتخت تاجیکستان جسد را یافتند. به جای حادثه گروه نجات بخشان ریاست ولایت‌های فوق‌العاده شهر دوشنبه روان کرده شد. معلوم گردید که این جسد ساکن 82 ساله ناحیه سینای پایتخت است. سبب‌های مرگ این مرد سالخورده را مقامات دخل‌دار معین می‌کنند. گفته می‌شود در اطلاع کمیته ولایت‌های فوق‌العاده درباره مرگ این ساکن سینا تفسیرات دیگر نداده است، ولی در رابطه با مرگ ساکن قرطاق با اظهار تسلیت به پیوندان و بازماندگان مرحوم یک بار دیگر از ساکنان خواسته است تا هنگام انجام کارهای صحرایی، غنچین ایزم یا جمع‌آوری رستنی‌های داروار، شکار و ماهیداری، چارواچرانی در کوه و دامن کوه‌ها، سایر رودخانه‌ها قاعده‌های بی‌خطری را رعایت نمایند.